عادتمه جلو همه چشمم ازت بر ندارم عزیزم هر جا برفتی تو نفس میدارم قفل دلم و شکستی چشام رو همه بستی ضربان این همه دلتنگی فقط تو هستی از تو سیر نمیشم باید ستون مثل کریم باقری فرقی نداره استقلالی باشی یا پرسپولیسی. کریم باقری کسیه که همه مردم دوستش دارن، یه آدم خوشقلب و مهربون و یه مربی با صلابت و با جذبه. کریم باقری متولد 21 مرداد سال 52 در تبریزه. آقا کریم نمونه واقعی یه آذری با غیرته که غیرتشو خیلی جا نشون داده. نمونه بارزش وقتی بود که برای آخرین بار روی نیمکت پرسپولیس نشست و بعد از قهرمانی مدیر عامل باشگاه گفت که کریم باقری با ما قرارداد نداره و خیلی راحت و بدون ایجاد کوچکترین حاشیه باشگاه رو ترک کرد. اما کریم باقری هم جزو ورزشکارای دست به خیر، از جمع‌آوری کمک برای زلزله ورزوان گرفته تا حضور در محک و ملاقات با کودکان سرطانی و گرفتن عکس یادگاری با اون. آقا کریم ازت ممنونیم بابت تمام خاطرات خوبی که برامون ساختی. بدون شک کلمه اسطوره رو میشه با شما معنی کرد. هممون دوست داریم.